شب قدر را در کدام شبها جستجو بکنیم؟ شب 21 یا 27؟ برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رابطه با این که شب قدر را در کدام شبها جستجو بکنیم، حدیث صحیح را که امام بخاری و مسلم روایت کردند از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، ان ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. این حدیث صحیح را امام بخاری و مسلم روایت کردند که از عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: شب قدر را در شبهای طاق، یعنی در روز آخر رمضان، در روز آخرش جستجو بکنید، یعنی شبهای 21، 23، 25، 27، 29. پس بنابراین ما شما میتونیم که شب 21 هم، شب 20 شب 25 هم، شب 27 هم، شب 29 هم چه کنیم؟ جستجو بکنیم. در همه شبها امکان داره شب قدر باشد. والله تعالی اعلم. واقعا که شب قدر یکی از شبهای بزرگ و عظیمی است که انسان مسلمان باید جستجو بکنه، همیشه عبادت الله را بکنه، اما زیادتر در این شب کوشش بکنه که برای نیاز با الله سبحانه و تعالی مشغول و مصروف شود. جزاک الله خیرا.